سلام علیکم بچه ها. این درسی پنجمین شد اویدی برنامه ویژوال بیسیک. در این درس ما با شما باز یکی از اپراتورها تکمه‌های کماندوی دیگر رو یعنی خب در اینجا میبینید اپتیون باتن رو دیدن میگذاریم. یک خانچه دیگر فریم دیگر انتخاب میکنیم برای که اینها رو نیز گروه بندی کنیم. در این جا ما منویسیم مثال در فریم دو رنگو بار کنیم با سببی که رنگو بار کنیم. در اینجا ما رنگو بار کردن هم یک چند علامت ها رو تکمه‌چه های باتن رو اپتیون رو یک 3 دونه میگیریم. سه دونه میگیریم. در یکمش می نویسم رنگی سرخ. در دویمش مثال رنگی سبز. در سیمش مثال می نویسیم رنگی خوب کبود. اکنون اینها رو عملی میگردونیم. برای همین ما میتونیم از اینجا یک باره برای تکمه‌چه رو چون دب نویسیم یکی نباشد دونه با دونه رنگی پیش دارم. خب تکمه‌چه کماند پخش میکنیم یا تکمه‌چه دیگر رو میگیریم. در بالا این می نویسیم رنگ. بچه ها پیشکی گفته گذارم که در علامت های اریتمتیکی ما میتونستیم از چک باکس ها 3-4 تا رو یک باره انتخاب کنیم. خب اما در رنگ بار کنی یعنی ما که از رادیو باتن استفاده میبریم اپتیون باتن ما میتونیم یک تای آنها رو انتخاب کنیم و در وقتی که بالای دیگریش را پخش میکنیم ایش گم میشه با طرز اتوماتیک. خب پخش میکنیم رنگ رو با بالای رنگ کد نویسیمون رو سر میکنیم. خب if option یک then ما میتونیم نویسیم اپتیون یک نقطه والو برابر تروه یکی با کوتاه کردن نویسیم با خود دار میشه. نویسیم تکستین یک نقطه تکست نه نقطه تکستین نقطه بک کلور برابری وب رد. یکم ما رنگ سرخ رو مونده میتونم وب رد else if option 2 then به رنگ سبز. این چی بوده که رنگ سبز است دیگه فراموش کردیم. هیچ گمی از اینجا زیر میبینیم رنگ سبز چی باشد.
میکنم. رنگ است با فکرم لایم بود اگر خطا نکنم. لایم. خب ببینم کار نکرد. یک خشکوری اینجا بود. خب در فکرم اگر خطا نکنم گرین بود. گرین. در فکرم که درست کد رو قبول کرد. خب می نویسم LCF optimum C then text یک نقطه text یک دایم تکست رو عادت کردیم. و کلور برابر بلوه نایپویون and if نکن میسنجیم برنامه رو کو کار میکند یا نه و کار میداریم. اگر این خلقیم کاری که ما باید کردیم این خانچه یک رو رنگ اینها باید علی شد. رنگ سرخ رو انتخاب میکنیم. بله علی شد. رنگی سبز خلق میمید اتوماتیک با قسمت پایانی اومد. خب رنگی کبود خلق میمید اینها کار میکنن. خب چیز دویمه که ما با شما میگذاریم این با قسمت بالای اگر نگاه کنید یا خانچه های دیگر رو ایمیج باکس ما کار پیکتور باکس داریم. از این پیکتور باکس استفاده داریم. خب این رو میمونیم. خلق میمونید یا خانچه دیگر پیدا شد. خانچه خالی. این خانچه خالی برای عادتا رسم کشی استفاده برده می شود. برای همین ما با شما یک گفته میگذاریم در این ما باید چه رسم تصویر نماییم و اینها رو با شما گفته میگذاریم. خب چه که گفتیم ما از پیکتور باکس استفاده میبریم. پیکتور باکس عادتا برای رسم کشی استفاده برده می شود. ما این رو آورده در اینجا میگذاریم. کمتر کلانتر میکنیم و از تگماچه انامین کمان باتن یک دونه میگیریم و در این می نویسونیم دایره برای آنه که وقتی که ما با این پخش میکنیم رسم دایره تصویر کرده میشود. خب می نویسونیم دایره با کد نویسی سر میکنم. می نویسونیم پیکتور یک نقطه قوس میکشیم. در داخل قوس می نویسونیم مثال 500,500. خب این اکشو هم میگیریم 500. یکی معدد شده قطعی این کار نمیکند. نه خطاگی ما در اینجا میمونیم ویرگول معدد شدهش کار میکنم معدد میشه. اگر بخوایم کلانتر نشان دهیم ما میتونیم از درو استفاده بریم بعد کلانتر نشان میده. چخیل که میبینیم دایره ما پیدا شد. خب بهترین من همین خیلی اگر ما اینها رو با 500 نیم مثال 900 گیریم دایره ما کمتر از بین تر شاید که پیدا شود. چخیل که میبینید کمتر اسم تر اومد دایره ما. باور دارم که شما در مستقلانه کار کردنتان این
رنگ سرخ، رنگ سبز، رنگ کبود رو اگر اشاره کنید نقطه چاوده اشاره کرده با دایره پیوست کرده میتونید رنگ دایره را نیز تغییر داده میتونید. قابل میشود وظیفه سپارش خانگی شما تا درس‌های دیگر سربلند و خانم باد باشید بچه‌ها.